مشکل بینی انحراف دارم. بعد بلیمم دهد. بعد واسه زیبایی هم اومدم. خب به نام خدا عمل دوممون هستش میخوایم آغاز کنیم. امروز در خدمت آقا ابوذر عزیز هستیم. اگه نشون داده باشیم عکسش رو، توی نمای نیمرخشون یه حالت خوز افتادگی دارن که حالا دوست داره که بینیش یه ذره از حالت مردونه ذره نیمه فانتزی تر باشه. تمایل داره حالا یک قوس کوچولو براش بدیم، یه ذره سربالاتر می‌کنیم که امام زمان که افت میکنه نرمال بشه. از بیس بینی ببینید تفاوت و غیر قرینگی دو طرف بینیش واضحه. و از نمای روبرویی که خب مشکل ترین قسمت کار برای این بینی هست، انحراف خیلی شدید به سمت چپ دارن که البته میگن مادرزادی بوده، خیلی شکستگی اینا سابقه‌شو نداشتن. و غیر قرینگی که دو طرف بینی هست، سمت چپشون کلا پایین‌تره، سمت راست بالاتره. ان شاءالله بریم ببینیم که به امید خدا تا چه حد میتونیم ایراداشو اصلاح کنیم. در خدمت شما هستیم. عمل اون تموم شد. همونجور که خودش دوست داشت اگه دقت بکنی یه قوس ملایم و قشنگ براشون دادیم، یه مقداری سر بالاتر کردیم که بعدن که افت پیدا میکنه نرمال بشه. از نمای روبرو و یا بالا هم اگه نشون بدیم پهناها جمع شده و مهمترین قسمت کار که سختی کار ما بود انحرافش گرفته شده که اگه تو عکس‌های قبل مقایسه بکنیم با الان بینیشونو میبینید که چقدر این انحراف بهتر شده و هم از جهت انحراف داخلی برای تنفس هم از جهت ظاهری برای فرم زیبایی بینیشون واقعا تغییر قابل ملاحظه‌ای کرد. ان شاءالله که نتیجه من راضی باشن. مرسی از همه همکار دوستان کمکمون کردن. مرسی از شما. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.